بله اینجوری بود. خب بچه ها بریم حالا مقطع پرسپکتیو این کار رو ارائه کنیم. پارت قبلی پلانش رو کشیدیم، روند طراحی، الان نوبت چیه؟ مقطع پرسپکتیو. بچه ها نگاه کنید اینقدر ارتفاع میخواد، 5 متر و 20 اینجا میشه، با کفش 6 متر. خوبه دوستان؟ با چی میکشم مستقیما؟ زنده باد. بیادم از تو هم میکشم. بچه ها من این که میپرسین کی چی کار میکنه، حقیقتا عرض میکنم من از روند کارتون انقدر لذت میبرم و از تغییراتتون انقدر خوشحالم. این برای من بسیار مهمه که شما الان یه تم هم هنری پیدا کنی هم چی؟ مهندسی. آیا خودتون در کار خودتون میبینید این حرکت رو؟ تمام، خلاص دیگه کاری نداری. مطمئن نباش. خب باش. چرا مطمئن نیستی؟ مثلا خودت چی کار بکنی دیگه؟ ها؟ خب تو سه شنبه بیا. چی؟ اصلا قابلتونم مال کفش چقدر بود؟ 2 چقدر؟ 2.80. زنده باد. بچه ها ما هنوز چیزی از کوزه کاراکتر اینا راجبش صحبت نکردیم ها. و دقت بفرمایید که ما الان نه فکر کنم خیلی فکر کنم دوست بازیه. فکر کنم بهم نمره ندن. استاد ببینه. خب حله؟ استاد مقطع پرسپکتیو. بله مقطع پرسپکتیو. خب دوستان وقتی برش رو کشتیم بقیهش میشه چی؟ میشه؟ نه ما زنده بود. بچه ها دید انسانی 2/3 طبقه، این میشه خط چی؟ افق. اینجا رو میگیرم چی؟ گریز. خوبه؟ اینجا رو 2/3 این قسمت، این میشه سی بی. بله چرا نشه، ولی بهتر انسانی بگیرید. بهتر نیست به جای اینکه نزدیک به وسط باشه این ور یا اون ور باشه؟ چرا دیگه؟ من الان وسط هم وسط این 1/3 اینه. چون اونطور بعد مجبوریم 2 تا دیوار خیلی چیزا بکشیم، کار زیاد میشه. باریکلا. ببین شده که تو وارد شدی اینجا رو ببین دیگه. شروع میکنم راجع به جزئیات صحبت کردن. مثلا اینجا رو ببین و بچه‌ها طراحی میشه. بچه‌ها روح پروژه تو مقطعه. چیزی که شما فکر می‌کنید خیلی رو پلان خوب خیلی مهمه. به قول رایت میگه که یه پلان خوب هم سرآغاز هم سرانجامه. یعنی اگر شما پلان خوب طراحی بکنی پروژه تو بردی. اما خب حالا بریم ببینیم. خب این از اینو اینا چیه؟ بیا پله ها رو ببین. آره دیگه از این چیز ترکیب نداریم. خب این هم اینجا خلاص. حالا میام چیکار میکنم؟ میام از یه گوشه شروع میکنم. من از اینجا شروع میکنم. اول خطوط رو نگاه کنی اینجوری ببین.
بعدا میرم سراغ دست آزاد. کنار دستا رو میکشم. با راپید دارین میکشه من اصلا قلبم داره میزنه. سعی کن نریز. اینجا درست. خب دیگه چی؟ ببین به عمد میکشم که فکر نکنی اتفاق خاصی قرار بیفته. اوکی؟ تمام زندگیش داره میفته. جامو عوض کردم. نداری. آره جامو عوض کردم تعادل اینجا. این رفتاراتون منو نگران میکنه وگرنه سر آزمون اگر میدیدم که شما ریلکس عمل میکنین پیش بینی میکنم ولی شما دارین خیلی رفتار غیر قابل پیش بینی از خودتون نشون میدین. اصلا رو این قسمت منو یه مقدار نگران میکنه وگرنه من معمولا پیش بینیام بعد در نمیاد. کارو دارین سخت میکنین با این تفاصیل. خب بچه‌ها این آشپزخونه رو نکن. این درجا میفته. شما دارین خیلی امروز خطا میزنی. بنابراین این کارو خیلی دارین برای من سخت. استاد اومدم جبل بگیرم بعد از تو جبه مداد ریخ منم باهاش میده. خیلی داری کارو پیچیده و واقعا اینجوریه داستان. بچه سبکازه بشه. سبکازه میخواد واقعا نمیخواد نیاز نداره. حالا من یه تیکه میکشم. خب میام بالا چی داریم؟ آره این نه هنوز زیپل نرسیدیم. اینجا تازه چیز اتصال سقف کاذب به سقف رو بعد میشه بگیم. چرا نکشم؟ این میخوام پله رو بکشم از اینجا. درسته؟ میام این پایین مراقب باش. تکون میخوری آروم. نه زمین بخور. سالم بمون خیلی. خب این اینجا اینا ببین داره چارچوب شکل میگیره. اینجا مثلا من کارتو دیدم نیما داشتی واسه خود یه حرکتایی میزدی توی فکرای عجیبی بودی. سنی دند عقب بعد گرفتم. آها خب خدا باشه. منو به شک انداختیم کدوم کار عجیب بود. کدومی که عجیب بود دوستان. نمیدونم داشتی یه کار عجیبی میکردی. مثلا زیاد بود تعداد. مثلا یه ورشو کشیده بودی بعد یه ورشو نصفه کشیده بودی ولی نصفه‌ای که تمومش کرده بودی یعنی معلوم بود کار اونجا بسته شده. بعد بهت میگفتم که الان اینو چیکار کنی؟ این درستش میکنم. خب چرا اینجوری کشیدی که بخوای درستش کنی بعدا؟ خیلی می‌بینی اینا یه تناقضای عجیب غریبیه که بچه‌ها نگاه کنید تو متاورس بعضی وقتا مثلا این خط به این خط نمیرسه. اینجا باید چیکارش کنم؟ یه چیزی نزدیک به هم. باریکلا. ببین ما بینه. بعد اینجوری چی میکشم؟ نصف نیمه میکشم. حالا این ته چی دارم؟ یه کابینت هم دارم اینجا. کابینت رو میکشم از این قسمت چون برشه یه جوری زدم اینا. اینجا کابینت رو میکشم. ارتفاع رو با این تنظیم کنم. 1/3 طبقه. الان اگر مداد بود نه خودم میدیدم چی شده نه شما. منظورت آشفته بوده. تا رو نمیکشم. درسته؟ اینم از این. بچه دیواریش میشه تا اینجا. خوبش به اینه که تاشو نمیبینه الحمدلله. اصلا این واسه اینا اصلا نیستش اون پی نواری که اومده پایین تو اونجا از این برام نبودی کم بزنی. چرا؟ بیا. خیلی شد. اگه ملک همسایه باشه که نمیتونه زنه بیرون. بچه ها اینجا بالا
چیه اینجا؟ شیشه است که راجع به این دیتیل اینجا میخوام صحبت کنم و حسابی حالا این قسمت زیر نورپردازی داره، این لبه میخوام هم راجع به همه اینا باید یه اظهار نظری بکنم. دیگه چی؟ این پلهه تقریبا میاد از اینجاها، یه چیزی که میبینم یه فاصله ای داره، یه انقدر باید یه همچین شیبی رو بره بالا. درسته؟ حالا میام اینجا اینجوری این 14 تا باید تقسیم بشه، میشه آقا این 7 تا، این 7 تا، این 14 تا. درسته؟ تقسیم بندی های فرد رو اینجوری انجام بدید. میخوام مثلا 3 بکنینش هر چیزی رو، مثلا فرض کن بیا اینجا. چرا بیا اینجا کن. مثلا ببینید 3 رو میخوام تقسیم کنم، میگیم وسط یه هوا بیا اینور، اینو تقسیم بر 2 کن. میخوای تقسیم بر 5 کنید، از وسط یه ذره بیا اینورتر، این اینجا، اینو تقسیم بر 3 کن، میشه 5 تا. 7 تا میخوای تقسیم کنی اینجوری عمل کنی. میخوای تقسیم برای 7 کنی، من 7 تقسیم کردم، از وسط یه ذره بیا اینور، اینو 3 تا تقسیم بر 2 2 2 7 تا. چه جذاب میشه؟ یعنی زوج می‌کنی؟ اول زوج میشه، آره یه دونه ریزش میکنم قابلیت تا وقتی به تقسیم بندی فرد رسیدم میرم سراغ این مدل. خب حالا اینجا میتونم دونه دونه خطکش بیام، ولی خطکشه چیکار میکنه؟ شلوغ پلوغ میکنه. میام اینجا دستی نماها رو میکشم. حالا 2 تا پله کم و زیادم بشه خیلی مهم نیست، واقعا خودمونی پشت خط شیب دور بردن مهم نیست. آره یه جای با همشون همون اتفاق براشون بیفته. حتی دیگه داره ریتمش در میاد، این دیگه به اونجا هم نمیبرم. بچه‌های آنلاین میبینین قشنگ واضح هست یا زوم کنم؟ بیا فوکوس کن لطفا. مثلا این روش باید بزنید تا بتونم. خوب شد. حالا بچه‌ها کفا رو چیکار حالا اینا رو انقدر میبرم به گریز. چی شد؟ یه دونه کلیک بکنیم بپر. چی بپر؟ هیچی هم توی کلیک کن. خدا تو رو خوب کنه. بس یک کلیکن. نمیشه. ببین این انتها شد. حالا تهاش چی میشه؟ انقدر با همون فاصله بسته میشه. ببینید چه جذاب شد. این از این درست. خب اینجا بسته شد، اینم میاد این قسمت، اینم اینجا و اینم میاد تو. بچه زیر پله چی میشه؟ محل چی بود؟ محل نگه داشتن. درود بر شما. زنده باد. اینجوری. حالا میام دیگه الان تقریبا کار بسته شد. بچه من 1 2 تا اینجا فریم شیشه میخوام، یه دونه از اینا میخوام اینجا. این چیه؟ تلویزیون است. چرا تلویزیون قشنگ درست کردم؟ از توی فریم شیشه دیده میشه. از پشت دیده میشه. چون شما در اصل معلقش کردی رو هوا. اصلا الان چی؟ هیچی از دیگه. سقف آره از سقف بعد اتصال. اصلا اونجا گفتم هیچی مهم نیست. این مسئولیتش از این ور با ماست. اتصالش فرق نمیکنه، فقط اون کافی برعکس میده. زنده باد. بچه اینجا نکن. اصلا کار خودمه. نکن سقف کازه. خب کمد
بچه چرا گونیه رو گذاشتم کنار؟ دقیقا به همین دلیل، چون الان اینجا سرعت کار من در چیه؟ در این خط کشه. اینجا هم دیگه چیه؟ نهایتا یه تخت اینجاها دیده میشه ته تهش. ببینی؟ خودتون از قصر ساخته الان تو این داغی و این آره آفرین. برای اینکه میخوام به هم یه تم بده، نمیخوام قطعی باشه همه کارا. خب میام اینجا، از اینجا شروع میکنم دیگه به تکمیل کردن کار، جزئیات دادن، همه هر جا نیاز به خط کششم دوباره برمیگردم. میام دست آزاد، اینجا میگم که دستم میذارم اینجا، میرم تماشا هستم. سینک، روشویی، اینجا چی بود؟ گاز بود، درسته؟ اینجا چیه؟ هودشه. زنده باد. خوش میگه هرچی میگین درسته. به این موضوع کردین که تا الان همه رو درست گفتین؟ به شانس یه بارم درست نکن. در حسب شانس دارم. باز میگم والا. بگو بالاخره یکیشون در بیاد. این چیه؟ کتریه. از اب میگی؟ واقعا میخواد درست بگه ها، یعنی من نیتشو احساس میکنم که میخواد که خیلی نزدیک. آره انصافا، یعنی که نگفتی جارو برقی رو گازه، خیلی نزدیک گفتی واقعا. اینجا که بعدی رو درست. ایشالله واقعا باید اینا رو ترسیم کنیم تو داخلی. ترسیم نکنید. مثلا من میشه آخه چرا اینقدر گنده میکنی؟ تو که اصلا نمیخوای اصلا داخلی، تو نمیتونی بری داخلی. انشالله هم معماری قبول میشه. تمام. واقعا آشپزخونه شد. واقعا شبیه این آشپزخونه شد یکم. آره. اینجا خوبه. یه چراغ تو این راهروه. این چیه؟ تابلو. آفرین، زنده باد. این چی؟ تیره؟ باریکلا تیراشه. آفرین. تیراش بود. ما همه رو گرفتیم سیاه. سوال ایران نداره ما سیاه گرفتیم. نه آقا ایران نداره. نه من دیتیل زدم. دایره گذاشتم بردم. آره دیدم. خدا حفظت کنه. چه لبه قرنیزه. اتصال تعارف به اون دیوار چجوریه؟ هیچ، میکشمش، خاصی نیستش.
اینو نکنید چون کشیده و بلنده. از چی استفاده میکنم؟ خط کش. باریکلا. اینا رو نمیبینی اینا؟ ببین همه رو داره درست میگه. شما 20 بار تاس پرت کنی بالاخره 3 بار 6 میاری. دیگه داره همین میگه. این هم میشه اینجا. اصلا نمیشه. اصلا نمیشه. چرا میشه؟ اونو دکولته میپوشن. آستینش سریع میزنم که حرف فرشون در شبیه نیاد. کاپشن احمدی نژاد. نه شبیه وست بود. دکولته اینجوریه. یقش اینجوری هفته دیگه. حرف نیست نه. اینجوری صافه. چقدر اون فن نیست. خود ما فقط یه پیرن میپوشیم. خیلی سخت. چرا تو نمای این کارا رو نمی‌کنی؟ تو یعنی نمای داخلی این همه اسباب اساسی میدونی نمیشه. چرا؟ ما به چیزای خیلی پیچیده فکر میکنیم ولی نمیدونیم همین وسیله های آره. ساده فضا رو میسازن. باز اینا رو نمیبینی. ببین چرا همه داره درست خیلی میگه. اینو خوب ببین جایزه میگی؟ چرا؟ مثلا خواب یه کاری میکنیم که ما میکشیم با پنجره اشتباه نگیرن. تو همجوری بکش به پنجره کسی اونجا اشتباه نگه که همسایه است دیگه. چرا حالا اونجا اشتباه میگم فریم نداره که. اصلا پنجره هم باشه نه نمیشه. نمیشه. آره این برم میخوره به مثلا شما مقطع رو اینجا کشیدین بعد پلان طبقه 2 رو میخواین کنارش بکشین. احسنت. اینا چیه؟ روزه. زنده باد. مارک ریدپشنش. بچه اینجا نگاه کنی. اون اینا بود. اینا اینجا نگاه کنی. سلامت باشی. باش دست در نکنه. زحمت کشیدی. فقط یه چرا کارو بزنیم زن. قربونت سلامت باشی. میبینمت. زنده باشی. خداحافظ باشی. نفس. اینا میتونن انگورای چوب و این چیزا باشن. زنده بود. ولی ما اینجا چون وزن بالاست اینا رو فقط به عنوان از این خطوط کناف استفاده میکنیم. سقف و دیوارای مال قسمت 5 متریش خیلی برای من ساده شده. سقف بیرون خیلی. اونجا حتما با هم یه حرکتی انجام میدادی. خب این از اینو، اینم اینجا، اینم از اینو. چرا شما اونقدر ارتفاعش به چشم نمیاد؟ اون که من کشیدم خیلی ارتفاعش. نقطه ناظر بسیار مهمه. توی 1/3 پایینی گرفتی 2/3. بله. نه من 2/3 اتفاقا بالا گرفتم. هر پایین بگیری همش میفته بالا.
بالا زیاد دیده میشه. خب اینجا بچه میتونم رو این دیواره چیکار کنم میما؟ تابلو باریکلا. ولی ما تابلو چی؟ تابلو آجوری یه چیزی بود گفته بودیم سفالی. داریم کارگاه سفال کار میکنیم، تابلو آجوری بذاریم ها. اصلا به پلیس نمیرسیم امروز. باید برسیم. خب این هم میکشیم و میام اینجا. من میرم سر جا. هر چی الان باشه مطلوب. اوکی. این از اینو دیگه چی؟ بچه برای انتهای کار کف سازی. بچه این انتها رو به نظرتون اگر بیام این کار انجام بدیم، نظرتون چیه که مثلا بیام چه حرکت انجام بدم؟ بعد بیام مثلا اینجا، بعد بیام بگم آقا من یه همچین کاری کردم ولی مال من یکم خیلی گل درشت شما میبینیم من جالب نیست. اصلا قرار چی باشه؟ کجا؟ این؟ اون کابینت میزکاراست. بفرمایید. سلام استاد. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ استاد لطف میکنی یه دونه سقف تاق ضربی هم بکشید از داخلش. من اشتباه کردم دست داخلی از داخل اینها اینا رو خالی کنیم. بیاین میشه سقف از داخل. دهنشو نمیشه بزرگتر گرفت؟ نه چون وقتی که نمیتونه سقف بزنید. ما همین الان اوستاکارایی که بخواین کار انجام بدن خیلی تعداد زیادی نداریم، باید قدیمی باشن که بلد باشن تاق ضربی بزنن. اینجا یکیه مدلش. مدلش سلامت باشین، مدلشون یکی نیست. نه اتفاقا اینا کاذب دارن ولی این یکی رو من اکسپوز کردم. میتونستم بالا هم اکسپوز کنم. نه میگم اگه اکسپوز بود همون شکل. آفرین باریکلا. دیگه فاصله بیشتر نمیشه. نه همون مادوله. اوکی اینا از اینو اوکی کاملا عیان شد. حالا بعد اون وقت در رابطه با جزئیاتش صحبت کنم. دیگه بچه‌ها داخلیش نمیکشیم، به جاش میریم جزئیات با هم بکشیم. باشه؟ میام بیرون. چی تو نکنی؟ یا استاد این از یه جهت هم پرکار بود. دو تا در اصل موردش پرسپکتیو آره دیگه آفرین. یعنی موثر زدیم اینها. بیارمتر. ببینی شیته رو بست. برو یه دو تا بالا پایین میزنیم درست میشه. نمیره بازم کن. بس. برو. بزن پایین. آها عالی شد. خب درسته بچه‌ها؟ جانم بفرمایید. الان من همین رنگو میارم پایین و شروع میکنیم به دیتیل زدن براش. باشه؟ دیتیل ها اینجاها میاریم خورد خورد پیادهش میکنیم. جانم بفرمایید سجاد جان. خیلی کار هستی که این همه فاصله. صدا بلند بگو سجاد. صدا کم. الان هست بله. دوستان میکنم
یه رکن آخر آزمون بله برای اینکه شیتمون رو پر کنیم نیاز به چند تا دیتیل قطعا هست. چند تا دیتیلی که زیاد وقت نمیگیره امکانش هست شما بسید هم همین کار کنیم. که مثلا مرسی کاشما اینجا رو ببینید. نیما قرار شده که ما قرار گذاشتیم چی شد؟ کدوم قرار؟ شاید این قرار به نفعت بود. چه زود نه من اصلا خبر نداشتم از این قرار آخه. کدوم قرار؟ قدیم یارو خبر نداشت برای زن میگرفتن شوهرش میدادن. حالا تو یه قرار ما همجوری خواستیم برات بزنیم. آها اون قرار. آره کدوم قرار؟ همونی که قرار شما به بچه‌ها بگیم. اون آره والله. خب چه قدیم میشه ببین. اون بود اینجا شیک شد. اصلا دیگه توش هم کاری دیگه نکنین همین باشه. درسته؟ حالا قسمت پایینشو میدونم این کار همیشه میکنیم ولی معنی چی رو میده؟ داری تقویتش میکنی. این کار گرافیکیه. درسته؟ کار چیز نیست. نه. خب حالا میخوام بچه ازش دیتیل بزنم. الان نگاه اینجا جای خالی دارم. درسته؟ میام اینجا. خوب نگاه کنید. برو بالا. بیا پایین. بیا پایین یه دونه. این دیگه. برو بالا. برو بالاتر. این آره. خوبه. پایین. این دیگه. بالا. خوبه دیگه. برو بالا. درست شد. خب حالا اینجا نگاه کن بچه‌ها. برای این یه تیکه میخوام بگم آقا اینجا رو میخوام درایوال درست بکنم. برای این یه تیکه اینجوری میشه. همشون حالت ایزومتریک. میگی آقا اینجا این اگر سقفت باشه توی یه دونه مربع این سقف ماست. خب از اینجا یه دونه صفحه میذارم فلزی. اینم میارم اینجوری میکنم. اینو پانچ میکنم به این بالا. بعد میام اینجا مقطعشو میکشم. حتی میتونم چوبی هم درستش میکنم. به مقداری که از جا اومده بیرون اینجا چی میشه؟ جمع میشه. اینجوری میکشی. یه دونه از اینا میزنی. بعد میخوای توضیح فنی بدی. میای پایین. این میشه پانچ پانچ. این چیه؟ کاور چوب. این چیه؟ سپری زیرسازی. این چیه؟ سقف. این از این. اون سقف الان همین سقف همون تاق ضربیه. بعد الان اون راجب اینا توضیح آفرین. راجب اینا الان نکن. راجب اینا توضیح دادم. دیگه کجا توضیح بدم؟ بیام راجب کی؟ راجب پله. نظرتون چیه؟ پله هم یه ارتباط و یه اتصالیه. همی و هومی بزنیم. پله رو بیام اینجوری توضیح بدم. پله رو کجا بکشم؟ اینجا خوبه؟ آره.
راجع پله میام میگم که آقا یه دونه اینجوری داری، یه دونه اینجوری داری، اینو میاری پایین. این باید قوطی باشه ها. ببین دیگه خیلی دیگه مطلب خشخاش نمیذارم، ولی همین که شما داری میری تو این مایه نشون میده که چی هستی؟ فنی هستی، بلدی این کارو. احسنت. اینا رو نمیبینی. ببین این میشه چی؟ میشه اتصال به دیوار. این میشه چی؟ زیرسازی یا شمشیری معلق، زیرسازی معلق. این چیه؟ کاور 2 نقطه غلاف چوبی. اینو برای هر پله میشه استفاده کرد. برای هر پله معلقی میشه استفاده کرد. پله معلق. آفرین. پله اینجا. عادی و چجوری میشه نشون؟ پله عادیه. خب پله عادیه دیگه. کاری ندارم میره وسط. چیز خاصی نه. نشون. چرا میتونید اونم صحبت کنید راجبش. من اگه نشون بدم اینه، ببین اینجا باید بیاد برسه به اینا. کن دیدی همین جوری هر کی از هر سوی نمیاد. این هم میشه مال پله. اینجا آشور خورده، برای اینکه نشون بدیم اینم از همون جنسه مقاطع چی میخوره؟ یه آشور ریز اینجاها اجرا میشه. این هم میشه دیوار. این هم دیوار. درسته؟ خب دیگه چی؟ دیگه میایم سراغ از شیشه هم از شیشه. پنجره که تو نیم طبقه است. اینجا میام راجع این پنجره اینجا میخوام پرسپکتیو بکشم. درسته؟ بنابراین اینو خالی میکنم، یه دونه نیم طبقه هم اینجا دارم. درسته؟ میتونم نیم طبقه رو ترجیحاً تو همین آکس میکشم. اینجا میشه جای دیتیلم. ببین جای دیتیل. این پنجره به اضافه این جای تلویزیونه. نگاه کنید از بالا الان آویزونش کردم به طرف پرسپکتیوم اینجوری رو سکشنش مانور میدم اینجا. الان توضیح میدم که هر کدوم این خطا چی هست. بچه این میشه اون درایوال، این میشه قوطیش، این میشه فریم، این میشه شیشه. این باید بره این تو، حالا داستان داره. بچه اینجا میشه یه نورپردازی خطی. این لبه یه نورپردازی خطی از این گوشه انداختم. این نمیاد اینجا. اینا شیشه اینجا بسته شد. حالا میخوام بقیه‌اش نمیخوام انقدر طولانی بکشم که اینجا رو قطع میکنم، اینو میارمش پایین، اینجا رو میبرم توی فریم، یه دونه پایه استیل میذارم، اینو میارم پایین. این هم از این. درسته؟ این میشه نورپردازی خطی.
میشه نورپردازی خطی، این میشه درایوال، این میشه فریم استیل، این پایینش تازه قاب توی زمین که این میاد به این پیچ میشه. استاد این برای هر پنجره یا فقط برای کرتن نورمال؟ این مدل بخوای بکشید اینه، ولی برای هر مدل میشه استفاده کرد تقریبا. ببین باید از اطلاع یه ذره اینجا توی این مدل کار باید نشون بدی که تو یه نگاه فنی و اجرایی هم به کار داری، فقط قرتی بازی نیست. اوکی، این از این. حالا کجاش باید بارش بخوره؟ اینجاش. درست؟ اینم از این. دیگه کجا؟ اینجا. اینم از این. خب دیگه چی بکشم؟ دیگه از کجا بکشم؟ این بچه این راجع به اون تلویزیونه تلویزیونه که یه بار کشه فقط باید بره دیگه باید چیش کنم دیگه. میخوام اینجا بالاخره دیتیل دیگه ای ندارم. آره بچه‌ها به جای این ونته اینجا اینا هنیا این زیر پلهه میخوام ازش ونت درست اینجا نگاه کنید. و میخوام یه دیتیل بکشم که نشون بدم اینجا من ونت گذاشتم. خوب نگاه کنید. یه دونه اینجوری میکشم یه دیوار، این میتونه دیگه ته دیتیلتون باشه. از نزدیکترین قسمت به خودم میکشم. بعد میام یه دونه لوله ونت میذارم، مثلا یه لوله 10 اینجوری. خب بعد میام اینجا این فلاور باکس هست اینجا، اینو اینجوری میکشم میبرمش پایین، میبرمش اینجا. خواهم از خود خیرتون از شما در نکن. اینو میبرم اینجا. خب پله ها رو اینجا میکشم، و حواسم باشه که کاغذم اینجا داره تمام میشه. پس این میاد این قسمت، اینو میارمش اینجا دیگه، این بقیهش خیلی نیاز ندارم این قسمت رو. بعد اینجا دریچه میذارم، این دریچه دیگه نکن جا ندارم دیگه، اینجوری یه علامت میزنم، اینجوری می نویسم مکش رطوبت زیر پله. چرا؟ خشک شدن سفال. از کجا؟ از توی دیوار درایوالی کنار دست کار. این خیلی مهمه. اینجا نکن، اینو میگیری. بعد اینجا میخوام دیگه از روی اینا رد نشه. اینجا چیه؟ این اون کف کاره. اینجا چیه؟ این قسمت. اینو اومدی جلو. بعد میام اینجوری میکنم. ببین میخوام فنی صحبت کنم، اینجوری میشه. این میشه تاق ضربیت. ببین این خدچین و اینا به دادمون میرسه. این میشه این تاق ضربیه. بعد اینجا میام میگم ایجاد
رایزر در تقاطع کف تاق ضربی 2 نقطه عدم تخریب، برای اینکه اینجا خوشگل تر، عدم تخریب کف چی اینجا یه کلم کم دارم، نیم طبقه گرفتی؟ ریختش باید چی بشه؟ درست تر ببین این چیه؟ این فلاور باکس، فلاور باکس. ببین پوستشو کندم، دیدین چی شد؟ بچه دیدین چجوری ایزومتریک؟ بچه یه جور یه ذره دیگه ادامه بدم فاز 2 میشه به صورت سه‌بعدی. دقت می‌کنی؟ یه ذره فقط باید دیگه مصرشم روش تمومه. درست؟ حالا اینا چی میشن؟ اینا همه برش میخورن، من که هم جنس اونا بشه. اینم از این. دیگه از کجاش بگم؟ از این کف، از اینا بگم؟ آره بازم بگم. خوشحالم که هنوز خوشحالم. بچه نگاه کنید تو این خط، ببین اینو اینجا میخوام اینا نکن، اینجا باید تموم شه. میام این وسط، ببین دارم نقطه میزنم جاهاشو پیدا میکنم. میام اینجا جانم چی نوشی؟ چی گفتی؟ اگه معماری داخلی بدن رویکردش در همین حده. بله دیگه از این حد دیگه چیکار میخوام؟ باید بسازین فقط براشون دیگه. چیکار میخوایم بکنین از این بیشتر؟ من استاد جا. مثلا شاید تو کنکور معماری با رویکرد آها بله 2 تا دونه از اینا بزنین تمومه. یعنی نشون میده شما کارو میدونین باید چه اتفاقی بیفته براش. اوکیه؟ بچه زنده باشی. نکن اینجا حتی اینجا کج اینجا صاف و من اینجا اینجوش کردم. کی به کیه؟ میخوام نوع نگاه رو یاد بگیرید. بچه بریم یه هوا فنی ترش کنیم. آره یه هوا یا چند هوا؟ میخوام اینو بکشم. همه تو میدونی. اجازه کنیم. اتصال سخت بکنم این الان تو همه کار تقریبا به کارمون میاد. آفر. ولی این مال موقعیه که شما داری راجع به داخلی صحبت میکنی بیشتر. ببین از اونجا که نزدیکتر به خودت اینو میکشی اینو اینجا اصلا چون کارهای ما معمولا مثلا از سمت بیرونیه میتونین اتصال مثلا سنگ نما به نما اینا رو معنی نمیده. ببین اینا جزء فاز 2. من الان دارم من دارم اینجا یه ذره پیاز داغش رو زیاد میکنم. پس نیاز اینقدر ببین این باید شما دانش فنی داشته باشی که بتونی این کارو بکنی. اگر همینجوری بکنی مسخره بازی میشه. مثلا میان بچا آیا رطوبتی میشه؟ آیا رطوبتی تو این مرحله معنی نمیده. چرا من نیومدم راجع مثلا دیتیل مثلا توالت توضیح بدم؟ مال الان نیست. ارزش طراحی تو این مرحله رو نداره. درسته؟ خیلی مطلب مهمیه. آفرین. ببین اینه که برای معمار الان معنی میده. اینه که معنی میده. وگرنه خب اجرای مثلا فرض کنید عایق رطوبتی که خب همه پروژه انجام میشه. مگه میشه توالت بدون عایق رطوبتی باشه؟ مگه میشه ما عایق حرارتی کار نکنیم؟
اوکی، اینم از این میشه نورپردازی خطی در سقف نیم طبقه. دیگه چی؟ دیگه کجاش کار کنم؟ از چی به نظرتون میخواد؟ همه قسمت جذاب. میخوای راجع به این پشت توضیح بدم یا اینجا توضیح بدم؟ آره. چی؟ اینها، این پله. چه پله؟ دیگه چی؟ بگین. همین اینو کفسازی؟ هم؟ کفسازی به نظرم خوب متنوع میشه کار. کفسازی توضیح بدم. کفسازی باید توش یه عنصر معمارانه عمل بکنه. مثلا چی میتونیم راجع به کفسازیش بگیم؟ ببین اینجا دوباره جاشه. این آخرین که کشتین چی بود؟ این دیتیل کناف اینجا رو کشتم. راجع به کفسازی چه اطلاعاتی بدم؟ مثلا نور بدیم توش، مسخره است. ضد نور میشه، تو چشم میزنه. دیگه چی؟ دیتیل کوره هم ماشینه. کوره آماده است. دیگه چی بگم؟ میتونم بیام راجع به این دیواره توضیح بدم. این دیواره از سفاله، اتصال اینا. میخواین کار بکنم؟ چه جوری؟ اینجا نگاه کنی. مثلا اتصال این دیواره. دیتیل پنجره هم مسخره است. چرا؟ چون کارخونه ها تولید میکنن اون رو، به ما ربطی نداره. گرفتین چی میگم؟ بیاید دیتیل مثلا شترگلو توالت ایرانی رو بکشی. که نشد کار تو نیست، کار تأسیساته. درسته؟ تو هنری نمی‌کنی توش. سازی که مثلا با اون صفات میتونی از این کار بکنی، آره. ولی حالا برای اینکه بخوایم معنی بدیم، ببین کفسازی این موقع کی میریم رو کفسازی، مثلا کفسازی خوش کار کرده باشین، زهکش داشته باشه. یه تیکه براتون میکشم ببین، برای اینکه فقط یاد بدم بهتون چه جوری عمل میکنه. حتما جای دیتیلم چی شده؟ پر شده در اصل. بچه‌ها نگاه کنی، اینو یه دونه بزرگ میکشم. چیه؟ مثلا دو تا تایله، میخوام اتصال خشک اینا رو به دیوار نشون بدم. بچه اونایی که میگن مقیاسای 1:20 و 1:10 بکشین، منظور همیناست، همین چیزی که من الان دارم میکشم. این مدل ترسیم ذهنتون رو باز میکنه، منجر به این میشه که بدونید وارد چه حوزه هایی باید بشید یا الان برین سراغ چه مفاهیمی. معمولا هم بچه اینا رو شما بلدید، اونقدر لازم نیستش چیزای خیلی عجیب غریبی در بیارید. چه شبیه فرش مشک می‌کنم. آره. مثلا اگر این شکل دیتیل مقیاس 1:20 بعد مثلا خطش نه یعنی بزرگ، یعنی توضیح، این پیش 1:20، یعنی توضیح بدین کاملا دربارش. بچه‌ها میشه مثلا فرض کن این پشت سر می همچین چیزی درست میکنی، یه اچ میذاری اینجا. خب این باید دیده باشی قبلا، آره همین نمیشه. درسته؟ اینجا بعد میای اینجوری یه اینجوری درست میکنی. از بغل بچه کشویی میره این تو، دوباره بعدی این میشه اتصال به صورت کشویی. این از این درست؟ استفاده میشه هر جایی کار کرد. خب اینجا معنی میده دیگه. آره شما جای دیگه هم میتونی کار کنی، ولی اینجا دارای یک ارزش ویژه است. یعنی شما اومدی آقا از این، ببین بالاخره باید اینجا به عنوان یه کارگاه سفال یه اثری از سفال در چیز باشه. آها یه چیزی که تو ذهنم بود یادم مثلا بکشم، مثلا اینکه یه چراغ درست کنی با سفال، چراغایی که مثلا سقف آویزون میشه در قالب سفال باشه. اون کاری نداره. بیا میخوای همچین چیزی بکشی، دقت کنی میای مثلا میگی که یه همچین چیز درست میکنی اینجا،
یه مقطع میکشی، یه ظرف سفالی، درست؟ این از این. قبوله؟ بعد میای اینجاشو سوراخ میکنی، بعد میای اینجا با فلش میزنی، سیم برق میره این تو، این میشه سیم. بعد همین امتداد میای اینجا، این میره پایین، این میشه چی؟ بهش سرپیچ میزنی. اونقدر پایین‌تر از خود کاسه؟ نه این اکسپلودد ویوه. بعد دوباره اینجا یه فلش میزنی، یعنی این میره بالا. اوکی. میبینی؟ این میشه سیم، این میشه سفال، این میشه چی؟ لامپ. حالا دیگه ببین ساده ترین حالت ممکنه که ساده تر که نداریم. این میشه طراحی چراغای چی؟ آفرین. این از این. قبوله؟ دیگه چی؟ دیگه خلاص. بچه ها کشیدن الان پلان طبقه دومش کاری داره اینجا؟ نه. تمام. باریکلا. فقط من اینو دیگه از اینا میبینم تا لبه این میاد. از نظر رنگ و لا یه مداد رنگی بدید. جاهایی که باید فیل میشد، پر میشد، چیه؟ با مارکر رسید مثل در جایی که باید پر میشد، پر شد. لطفا یه چیز کن زوم اپ بی زحمتی. حالا کار از بالا نگاش میکنم، میخوام بشه چیه؟ الان بیاد تشریف زنده خوب بیاد دیگه تو اوکی. خب بچه‌ها الان ببین از بالا که بهش نگاه میکنم این رنگ مشکی رو میبینی، باید اینجا هم چی بشه؟ بیاد یه اشاراتی باید بهش بکنه، حتی داخل این فضا. جلسه قبلی کار داده سوپر بشه. بله فقط یه جلسه 10 مونده که اون یه اختلالی داشت، با این جلسه آپلود میشه ان شاءالله. خب دقت بفرمایید، میخوام اینجا رو شکل بدم. بس شما نیومده جلسه تا جلسه 8 اومده فکر کنم. آره 9 مونده امروز. خب میام اینجا از همین رنگ گرم استفاده میکنم، از دور نگاش میکنم ببینم کجاست. 8 هست ولی قابل دسترس نیست. یه پیام بدیم بهم. مال ایشون نیست. یه پیام بهم بدین لطفا. اوکی مشکل نداره. بچه‌ها اجازه نکنی خطکش هم برمی‌دارم. سلامت باشی. اینا این بغل ببین این اون دقایق آخره. نکن اینو میزنم اینجا، ببین همه رو هم نمیذارم، میذارم اینجا، میام این و چی؟ آره دیگه اون زرد صدیقی سابق نیست. این چرا این کار کردم؟ میخوام سقفو میخوام بولد بکنم. بی اهمیت ترین قسمت های کارم رو رنگ میذارم. ببین پله رو نمیکشم. حتی جالبه وقتی کف سازی هم کردم میتونم این ور رو بگیرم با این ست کنم، فقط اون گوشه رو حواسم باشه برای اینکه دوباره این کار رو انجام ندم. میبینی دوباره میام این طرف. این اوکره. بله شمارش 182. چقدر زمان برد؟ حالا میگه آقا تو سریعتر ترسیم میکنی، درسته؟ باش شما 2 برابرم خوبه؟ بازم میرسی. فقط بچه اینا رو من ببینی نشستم فکر کنم دربارش، با یه پیش‌فرض‌های عمل کردم. باید بچه دستتون پر باشه از قبل نسبت به این مسائل.
این خط کشه خیلی فرق کاره. دوباره اینجاها. این از این. خب این الان بولد شد. میام اینجا کجا رنگ میزنم؟ کفا رو. سقف بالا. آره اینطوری بهتره. دیوار رو رنگ کردم بعد اینا خیلی خودشون نشون دادن. نباید این کار کنم. کف و سقف مانور بدین. مراتب موفق تر خواهید بود. بچه اگر پنجره توش داشتم حتما سایه میدادم. به پنجره ندارم من. نه پنجره تو جداره ها. خب داره یه مقداری از بافت میزم میندازه. بد نیست. یعنی شما اگه با خودتون یه تخت شاسی بافتدار ببرید بعضی خالی از بافت من باشم هیچ کار میکنم یه مقوا بافتدار میبرم میذارم روی دستم گرم بالا میکشم روش کاغذ خالی بزنین لای بگین اینا محافظ چیزمه محافظ مداد رنگی همه که نگاه نمیکنن کارتون منظور دستون بازه. خب اینم از راندو اینو برای چی رنگ گذاشتم؟ وزنش آفرین باریکلا به شکل یک ترکیب بندی به کارتون نگاه کنید دیگه لازم نیستش فکر کنی که اینجا رو من رنگ گذاشتم اونجا رنگ نذاشتم این الان کجه این اینجوریه چه وسیله میشه بچه‌ها همه چی بجز ژنراتور برای جوشکاری پمپ باد برای باد زدن نمیدونم اینا و وسایلی که آبکی هن. یعنی چی آبکی؟ یعنی وسایلی که میرزه رو کار ملت اونم نمیذارن ببرین حتی میگم اونقدر قابل کنترل نیست برای خودتون حالا رو کار مقیه نرزی رو کار خودتون میریزه بچه‌ها میتونستم راجع به این نورپردازی اینجام صحبت کنم اینم یه کلکه نکن دو طرفه اینو چیز میکنم چیکار کردم اثر میز خیلی خوب شد. چی بچه‌ها ماشین حساب اصلا نیاز نداره کاغذ و پوستی و مقوا میشه علل قاعده اونم نیاز ندارید بچه‌ها دلتون چی به ذهنتون سطح اشغال دادن سطح اشغال دیدی من چجوری محاسبه میکنم چشم دیگه چشمی که محاسبه نه من دارم دو تا چهار آقا ضرب یه رقم در دو رقم دیگه کاری نداره بی خودی واسه خودتون چیز درست نکنید که اگه یهو یکی بیاد بگه این چیه رنگتون برگرده مقوا اینو ببریم بیشتر وقت نمی‌بره. اصلا اشتباه اصلا فرصت نمی‌کنی درش بیاری این موضوعی می‌تونیم رو می‌کشیم گوشه بکشیم زنده باد بچه اینجا نکنی الان میریم سراغ این یکی این مثلا میگی مقوا بافتار اول باید یه بار اینجا انجامش بدی یا همینجوری نرید اونجا نصف کار رو مقوا بکشید بیاید و بگید این اصلا قرار نبود که ما بی اهمیت ترین چیز اینجا شیشه است که من درش هیچ نقشی ندارم کارخونه تولید میکنه محاسبه میکنه من فقط چیکار میکنم میخرم میارم اینجا نصب میکنم زنده با گفتم بی اهمیت این چیزا رو ما رنگ میکنیم درسته این ستایی که کار نکردم رو رنگ میکنم ببینین خیلی مهمه این مطلب اینجا کی رنگ کنم باریکلا اصلا اینا رو نمیبینن ببینین کیه که قدر بدونی که اینجا اینم از این دیگه چی؟ این
حتی به یه جایی که میرسه دیگه نهاش. آفرین. چی اصلا رو دور افتاده دیگه همه رو دو یه دونه اینجا دقیقا میدونه که من چی میخوام بپرسم. کار همین شکلیه دیگه. شما یه دستت میاد چه خبره. آسون بود. بعد میه سراغ اینا. شیرین بود خیلی. جذابه، خیلی جذابه. اینجا هم یه بولت شد، اینجا هم چی میشه؟ بولت میشه. جدارهای موازی. چقدر زمان برد؟ اونقدر زمان خاصی نبود. فقط از یه همین مارکر M استفاده میکنم اون جایی که میخوام به چشم بیاد اینجوری تضاد ایجاد میکنم. اینقدر برین یه دونه از این چیزا بگیرین. یهو دیدی یه ذره چرخ داره یهو پنج شد بعد مارکر مشکی. آره ام بگین راحت. ما یه مارکر CD برید همین الان. آره مارکر CD بگیرید. اینو نمیزنم. چرا؟ آفرین. نمیدونم الان من نره الان بگم ببین اون قدم که شما فکر میکنین سجاد اوضاع خوبه؟ کدومی که نگاه خاصی کرده بزن خوبه. چرا؟ خسته شدی؟ به خاطر اینه. بچه اینجا نکن. خوب شده واقعیت پی بردی آه پرسونال. نه شوخی کردم من تو رو خدا تو واقعا بلدی گریم تو خیلی قد بلند نشد خیلی. این 2 متر ژنه دیگه حالا این قدش تو جوانی کمر درد میگیره اینقدر بلنده قبوله؟ فوق‌العاده شد. اصلا نمیشه یه دونه اقرار. بچه ها روی کرده داخلی متوجه شدید؟ بله. نمیدونم. خیلی خوبه. ببینم چه میکنی. کلاس تکیه؟ الان باید تموم شه علاقه ولی یه کاراتون الان سر میرم. جواب بفهم. خب این روی کرده داخلی نداشت. این روی کرده کاملا داخلی بود. منظر کار کردم. چای بازار کار کردم. نمیدونم. اون چیزا رو اون چی بود داخلش داخلی قدیمی بود. آفرین. اون منظر بود. یکی دیگه هم بود بچه ها بعضی نموندن اون چی بود؟ بازار چه بود فکر کنم؟ بله. دیتیل‌ها رو فردا با چی میکشم بچه ها؟ دیگه دیجیتال میکشم. گر و گر. منظر جذاب‌تر از داخلیه. منظر جذاب‌تر. بچه ها وسیله که من داریم برداریم. خب این اوکیه؟ قبول. بیام از چیز اینا از دورم ببینیم کارو. ببینین اندازش. اینجا فقط چی میخواد؟ پلان نیم طبقه به اضافه توضیحاتش. خلاص؟ بچه میتونید از این سرمیه توی مقاطع اینجا استفاده کنید. از این اینجا.
آفرین. دوستان اگه می‌خواستیم پرسپکتیو داخلیش هم بکشیم خیلی ها میرفت وسط قرار می‌گرفت. زنده با من فکر می‌کنم کفایت کنه. چرا نمی‌تونی؟ نمازی قبول؟ خلاص شیت بسش. حالا اگر این تو غیر از 50 در 70 حالا ما فرقی میکرد؟ نه دیگه ما دیگه از این بدتر که دیگه نمیشد بشه. بچه بغلای شیتون نگاه کن چقدر آزاده. آزاد بذارم. آفرین نفس کش بذار. بچه به اندازه عرض خط کشتون نگاه کن. این 2 برابر اینه. به اندازه عرض خط کشتون طرفین چی بذارین؟ هر کی خط کشش بیش مال شما بچه سرمه خانم اسم شما بود. دست شما بود. اینم از این تمام. اوکی کاراتون الان ببینم. آره ببینم سریع باش.